به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی شیرین شروع میکنیم. خرگوش کوچولو، نوشته کامل گیلانی و ترجمه مریم صدر برای بچه های کوچولو که توسط نشر جهان‌آرا چاپ شده. این کتاب در 10 شوال 96 چاپ شده. این کتاب تیراژش 5000 نسخه بوده، برای سنین بچه هاست و ما هممون روزی که استارت یوتیوب رو زدیم گزینه‌ای که برای بچه ها نیست رو پر کردیم، ولی شما میتونید بدون اینکه بچه ها یوتیوب داشته باشن این وایس رو براشون بذارید و گوش بدن و حتی شب کنارشون بذارید و باهاش به خواب برن. با من همراه باشید با داستان‌های شیرین و جذاب. امیدوارم که خوشتون بیاد و از خوانش من هم خوشتون بیاد و برای بچه‌های کوچولوتون بذارید. به نام خدا. کوچولوهای عزیز، داستان خرگوش کوچولو را که متجاوز از 1 سال پیش ترجمه کردم و در شماره‌های 5 تا 10 مجله پیام شادی چاپ گردید، اکنون مجموعه آن را به شما کوچولوهای نازنین تقدیم می‌کنم. انشاءالله شما هم از تجربه‌های خانواده خرگوش‌ها درس بگیرید و کوشش کنید در سایه استقامت، دوراندیشی، شنوایی و بینایی، اتحاد و یگانگی دشمنان نتوانند به روح و ایمان شما آسیبی برسانند و همواره با خوشی و آزادگی، عزت و قدرت زندگی کنید. تهران، مریم صدر، 10 شوال 96. اهدا به فرزند عزیزم فریده حجتی کرمانی. با من همراه باشید که داستان‌ها رو شروع کنیم. آغاز داستان. نمونه زیبایی. یکی بود یکی نبود. در زمانهای خیلی دور توی این دنیای بزرگ خرگوش کوچولویی زندگی میکرد که از تمام همجنس‌های خودش زیباتر بود و قد و قواره بسیار قشنگی داشت. از خصوصیات او چشمانی درخشنده و براق و صورتی ظریف و دماغ کوچولوی گلی و پاهای بلندی که از موهای سفید پوشیده شده بود. در مجموع خرگوش کوچولوی ما که گلی نام داشت نمونه ای از زیبایی و ملاحت بود. گلی حالتی داشت که اگر کسی او را در پوست سفید و گران قیمت خود مشاهده می‌کرد، او به خودش می‌والید و ناز می‌فروخت و در همان حال بیننده را از فرط جذابیت و گیرندگی غرق در تعجب می‌کرد. بهترین غذاهای خرگوش کوچولو پنبه‌دانه بود و خیلی آن را دوست داشت و بر تمام غذاهای دیگر ترجیح می‌داد و به همین جهت جای تعجب نبود که دوستان گلی او را گل پنبه‌دانه صدا می‌کردند و باید این را هم اضافه کنیم که به طور کلی خوشمزه ترین گیاهان نزد خرگوش‌ها پنبه‌دانه است. خانواده خوشبخت. خرگوش کوچولوی ظریف، سفید و قشنگ با پدر و مادر و 2 خواهر و 3 برادر خود در لانه‌ای که در جای بسیار دور و امن ساخته شده بود زندگی می‌کرد. لانه آنها درست در میان یک تپه شنی قرار داشت و دور و بر لانه را هم علف‌های قشنگ جنگلی پر کرده بود که هم در تابستان خنک و هم در زمستان گرم باشد. اسم پدر خرگوش‌ها خزز بود و او الگویی از یک پدر مهربان و شوهر وفادار برای خانواده خود بود و همسرش که ساحل نام داشت خزز را بسیار دوست می داشت. سبب این علاقه زیاد آن بود که او اخلاق بسیار نیکو و پسندیده و طبعی آرام داشت. خزز در واقع مرد نمونه‌ای بود که از هر نظر لیاقت و شایستگی داشت و همیشه در فکر سعادت و رفاه خانواده خود بود و در ایام بیکاری معمولاً با همسر و فرزندانش به سر می برد و از آنها جدا نمی شد مگر کاری لازم و ضروری برایش پیش می آمد و بدین جهت
خوشی و سعادت بی‌نظیری این خانواده داشتند که هیچ یک از خانواده خرگوش‌ها نداشتند. بیماری ساحل. سعادت و خوشبختی آنان از هر جهت کامل و هیچ نگرانی نداشتند مگر یک چیز و آن بیماری ساحل مادر خرگوش‌ها و همسر خزز بود. ساحل پیوسته از درد پا شکایت می‌کرد و قدرت نشستن و برخاستن نداشت. آن زن نجیب و مهربان از اینکه نمی‌توانست فرزندانش را نگهداری کند نگران بود و از اینکه توانایی نداشت برای راحتی فرزندان خود شبها را بیدار بماند ناراحت بود. زندگی خزز. خزز در ابتدای جوانی خود مسافرت‌های زیادی به اطراف کرده و با مردم زندگی نموده و از آنها امتیازاتی کسب کرده بود و آن امتیازها را به پاکی و صمیمیت خودش اضافه کرده و به همین جهت تجربه‌های خوب و معلومات زیادی تحصیل کرده بود که چگونه با بچه‌هایش به بهترین وضع زندگی کند و فرزندان خود را به آنچه که در زندگی از فنون معرفت احتیاج داشتند بینایی بخشد. خزز در هنگام جوانیش در منزل دهقانی در یکی از دهات دور زندگی می‌کرد و آن دهقان نوه‌ای داشت که بسیار خزز را دوست می‌داشت و از شدت انس و علاقه‌ای که میان آن دو بود هرگز از هم جدا نمی‌شدند. یک روز خزز دید که دهقان یکی از خرگوش‌ها را که از دوستان او بود سر برید. خزز خیلی وحشت کرد که مبادا نوبت او هم برسد. دیگر ماندن را در آنجا جایز ندانست و با وجود داشتن علاقه زیاد به نوه دهقان از آنجا فرار کرد و نزد خانواده خود بازگشت. خورشید غروب کرده بود که خانواده خزز به دور هم گرد آمدند. خزز به پسرهای خود گفت آیا برای سفر چند روزه آماده هستید؟ پسران گفتند آری. بنیان که پسر بزرگ خزز بود از همه جلو افتاد و نزد مادرش آمد تا با او خداحافظی کند، چون ساحل به علت بیماری نمیتوانست آنها را در این سفر همراهی کند. ساحل در گوشه از اتاق نشسته بود و درد می‌برد. بنیان گفت مادر چطوری؟ حالت خوب است یا از درد پا رنج میبری؟ مادرش جواب داد خیلی ناراحتم از اینکه نمیتوانم بایستم و تو را بدرقه کنم، چون پیوسته بیماری مرا آزار میدهد و ساقهای پایم ضعیف شده و قدرت ایستادن را ندارم. گلی آمد جلو و گفت مادر چه میگویی؟ سپس مادرش را بوسید و او را دلداری داد و زبانش را با مهربانی و عطوفت به گوش مادرش میمالید و پاهایش را مالش میداد که مادر کمتر درد را حس کند و میگفت امیدوارم به همین زودی ها شفا یابی و درد تو تمام شود. شکیبا باش و غم مخور. خزر دید که وقت دارد بیهوده میگذرد. فریاد زد زود باشید زود باشید. ماه بالا آمد. نور آن تمام دنیا را روشن کرده. مجبوریم به این مسافرت برویم، پس وقت خود را بیهوده تلف نکنید. شما را به جای میبرم که یک بار دیگر هم برده بودم. آنجا سبزه های با تراوت و گوناگون زیادی دارد و آن سبزه ها بسیار خوشمزه و لذیذ است، به اندازه‌ای که آب دهان ما را شیرین می کند و لذت خوردن آن سبزه ها برای ما از خوراکی های دیگر بیشتر است. زود باشید برویم. بچه ها با ناراحتی و تأثیر زیاد در حالی که بر گونه هایشان اشک جاری بود از لانه خارج شدند و گوش ها و دمهایشان را در هوا بلند کرده بودند و مثل باد می دویدند و با چابکی عجیبی می جهیدند. سپس در نزدیکی لانه ایستادند و منتظر آمدن پدرشان شدند. در آن موقع خزز مشغول تسلی دادن و دلداری دادن همسر ناتوان و بیمارش بود و برای او سلامتی و آرامش آرزو می‌کرد. ساحل از مهربانی او تشکر کرد و از خدا خواست که به سلامت رفته و هر چه زودتر بازگردد.
خزعل هنگامی که عازم حرکت بود مشاهده کرد که گلی ایستاده و آماده حرکت نیست. به او گفت چرا تو نرفتی؟ مگر دوست نداری در این سفر با ما شرکت کنی؟ گلی گفت نه پدر، من مادر بیمارم را در این خانه تنها نمیگذارم. خزعل گفت آفرین به تو ای دختر عزیزم. من پاداش این همه مهربانی و صفای دل تو را بعد از مراجعت می‌دهم. سپس خداحافظی کرد و رفت و دید در نزدیکی لانه بچه‌هایش منتظر او هستند. بچه‌ها هنگامی که پدر خود را دیدند با شادابی او را بوسیدند و به راه افتادند. آنها به همراه پدر می‌پریدند و می‌دویدند و می‌جهیدند و شاد و خوشحال راه را طی کرده و به سوی مقصد پیش می‌رفتند. روی علف‌ها. پس از آنکه آنان به مسافرت رفتند، ساحل به گلی گفت چرا تو با پدر و خواهرها و برادرهایت به سبزه‌زار نرفتی؟ گلی با مهربانی جواب مادرش را داد. مادر، من گرسنه نیستم. هیچ چیز را برای اینکه نزد مادر عزیزم بمانم ترجیح نمی‌دهم. پس بیا ببوسمت و تو را روی این علف‌های نرم بخوابانم. شاید درد پایت تخفیف پیدا کند و بی‌حسی عضلات تنت برطرف شود. ساحل درنگ نکرد و آماده شد تا گلی او را کمک کند و روی علف‌ها بخواباند. گلی به آرامی مادرش را روی علف‌های نرم خوابانید و ساکت و آرام جلوی او زانو زد. ساحل از دخترش پرسید به چه فکر می‌کنی؟ گلی پاسخ داد به این فکر می‌کنم که تو مرا مشغول کنی. ولی تو بیمار و خسته هستی و نمی‌توانی آن چیزی را که من می‌خواهم برایم بگویی؟ مادر گفت حالا فهمیدم که تو چه می‌خواهی. گمان نمی‌کنم که اشتباه کرده باشم. تو می‌خواهی برایت قصه بگویم و افسود بیا جلوی رویم بنشین تا صورت ماهت را ببینم. که چقدر خوشحال می‌شوم هرگاه چشمان تو را نگاه می‌کنم. گلی جلوی مادر نشست و ساحل داستان غم‌انگیز و آموزنده‌ای را که چندی پیش برای یکی از برادرهای گلی اتفاق افتاده بود برای دختر خود آغاز نمود. کودک ناتوان. گلی ساکت شد و گوشهایش را برای شنیدن قصه تیز کرد و بعد مادر شروع به گفتن قصه کرد. در شبی از شبها با پسرم بنهان از خانه بیرون رفتم و شاید دفعه اولی بود که او را از لانه بیرون می بردم و با هم به مزرعه دوری رفتیم و در آن مزرعه ریحان کاشته بودند. بنهان نخستین و بزرگترین فرزند من بود و به همین جهت بسیار عزیز و محبوب بود و ما به او آنچنان آزادی داده بودیم که هر کار که دلش می‌خواست انجام می‌داد و به همین مناسبت خیلی پسر لجوج و بدادایی بود. آیا می‌فهمی چه می‌گویم؟ مقصودم این است که مطابق خواهش دل خود گام برمی‌داشت. کاری را نمی‌کرد مگر اینکه خودش می‌خواست. فکر بدی که به خاطرش می‌رسید با هیچ کس مشورت نمی‌کرد و از هر چه که پیش می‌آمد ترس و واهمه‌ای نداشت و در فکر عاقبت کار خود نبود و هرگاه دوستان و برادرانش دور او جمع می‌شدند و وی را اندرز می‌دادند به آنها می‌خندید و مسخره‌شان می‌نمود و به نصایح آنها گوش فرا نمی‌داد و در کار لجاجت و بدی و پیمودن راه خطا پافشاری می‌کرد و به خاطر همین حماقت و نادانی در برابر سخت‌ترین ناگواری‌ها فرا گرفت. در راه شکم. ساحل ساکت شد و به خاطر درد شدید و ضعف زیادی که داشت آهی کشید و گفت آی ساق پای راستم به شدت درد می‌کند. گلی تو می‌توانی مرا یاری کنی تا به طرف چپم برگردم؟ سپس گلی خواسته مادرش را برآورد و کمک کرد و وی را به طرف چپ برگردانید و مادرش از او تشکر کرد و از معرفت و کمال او سپاسگزاری کرد و بعد گفت یادم نیست به کجا رسیده بودم و کجای این سرگذشت را میگفتم. یادم آمد داشتم میگفتم بنهان طبع عجیبی داشت.
در مزرعه نزد ما نمی‌ماند، این طرف و آن طرف می‌رفت و با ولع و اشتهای عجیبی از ریحان‌ها می‌جوید و از خوبهایش جدا می‌کرد و می‌خورد. همانطوری که ما هم جدا می‌کردیم، ولی وی از ما حریص‌تر بود و یواشکی نیز تا آنجا که دلش می‌خواست از سبزه‌ها می‌خورد و بعد از مدت کمی از ما دور می‌شد. شاید سبزه دیگری را دلش می‌خواست بخورد. فریادهای التماس‌آمیز. آنگاه که داشتم از گیاه‌های خوشمزه می‌خوردم، ناگهان در گوشم آوای ناراحت کننده‌ای صدا کرد. چشمانم را به طرف بچه‌هایم تیز کردم و آنها را شمردم، ولی بنهان را میان آنها نیافتم. خیلی زود این طرف و آن طرف پریدم، جهیدم و با بلندترین ندا بنهان را صدا زدم، ولی شنیدم که بنهان التماس می‌کند و کمک می‌طلبد. میان چنگال‌ها. بسیار دشوار است مصیبتی که بر بنهان وارد شد و من آن را مشاهده کردم بتوانم بیان کنم. میدونی چه دیدم؟ در آن هنگام ای گلی عزیز، بند قلبم پاره شد. همانطوری که بنهان جزع و فزع می‌کرد و ناله‌های التماس‌آمیزی می‌نمود، پسر عزیزم را میان چنگال‌های درنده پرنده‌ای گرفتار دیدم. خدا با تو باشد. پسرم خیلی کوشش کرد که از میان چنگال‌های او فرار کند، ولی نتوانست و فریاد می‌زد مادر، مادر مهربانم. ولی از من کاری ساخته نبود. او در چنگال پرنده اسیر بود و نتوانست خودش را از چنگال‌های تیز او نجات بدهد. گلی جان، خیلی غم خوردم و تلاش کردم که او را نجات بدهم، ولی پاهایم یاری حرکت نداشت و نمیتوانستم بدون لرزش عجیبی نمیتوانستم بدوم. لرزش عجیبی به تنم افتاد، به طوری که بند بدن از هم جدا شده بود. همینطور ایستادم و مثل اینکه قلبم از درد قطعه شده بود. سپس صدای هولناکی بلند شد. اشک اندوه. ساحل اشک از چشمانش میریخت. از صحبت کردن باز ایستاد و همانطور که اشک از چشمانش بر گونه‌هایش جاری بود و مرتب پاک میکرد، گلی جلو آمد و مادرش را دلداری داد و به او گفت بس هست ای مادر، نمیخواهم این قصه را تمام کنی، در صورتی که داغ تو با گفتن این قصه تازه میشود. ساحل کمی تحمل کرد و به خاطر دخترش خود را آرام نمود و گفت اراده پروردگار حتمی است و واقع خواهد شد و هیچ قدرتی جلوی آن را نمیتواند بگیرد، ولی من آنچه را برای تو شروع کردم تمام خواهم کرد. پس جلوی من بنشین تا بقیه داستان را برای تو بگویم. امید است خاک او درازی عمر تو باشد، ولی باید این قصه درس سودمند و عبرت خوبی برای تو باشد. خوشبخت آن است که خودش را نصیحت کند نه دیگران را. بدبخت آن است که خودش را ضرر برساند نه دیگران را. در این هنگام ساحل لختی سکوت کرد و دوباره چنین سخن آغاز نمود. آن درنده وحشی را خوب دیدم که منقاری پیچیده و چشمانی گشاد و گرد داشت و دانستم آن درنده پرنده است که دشمن همه ما باشد و نام او جغد است. بنهان چه شد؟ آری، جغد، آن پرنده درنده سفاک و ستمگر را خوب مشاهده کردم. یک بار پسرم را بلند کرد و با ضربه محکم او را بر زمین زد. سپس با منقار تیز و خطرناکش ضربه های متعددی به او میزد تا اینکه نفسش قطع شد و بنهان را دیدم که از فریاد زدن باز ایستاد و همانجا جغد بچه‌ام را میان دو چنگالش گرفت و منقار وحشتناکش را باز کرد و او را بلعید و در شکم خود فرو برد. ساحل باز ادامه داد. میان علف‌ها مدت زیادی گریه کردم، به آن اندازه که اشک‌هایم خوش شد. اندوهناک و با بال شکسته به مزرعه برگشتم. غم در سینه‌ام لانه کرده بود. فامیلم را از این فاجعه بزرگ آگاه ساختم و آنها هم از این ناراحتی قلبشان فرو ریخت و برای این مصیبت شروع به گریه و زاری نمودند.
سپس عمویت نابه به نزد من آمد و مرا تسلی و دلداری داد و همانطور که میدونی اون آقای بسیار با تجربه و خوبی است. سخنرانی نابه. و بعد عمویت همانطور که رسم خرگوش هاست روی دو پا ایستاد و با دستش اشاره کرد و با فصاحت و بلاغت کامل گفت: عزیزان من، دختران من، پسران من هم از این مصیبت خیلی اندوهناک هستم و قلب من هم از رنج و درد ریش شده است. بنهان برادرزاده عزیز من از لحاظ هوش و زرنگی نمونه بود، ولی از لحاظ آرامی و پیروی از خوبان الگوی خوبی نبود. اگر آن لجبازی های زیاد نداشت و با ما در صلح و آرامش زندگی میکرد و بزرگ میشد، امید خانواده ما بود و آرزوهای ما را برمی آورد. ولی اکنون به علت تجاوز و ستم دشمن غدار دیگر پیش ما نیست و قضا و قدر مرگ او را حتمی دانست. نابه ادامه داد: ای پسران برادرم و ای دختران عزیزم، آیا شماها از این فاجعه رنجاور پند نمیگیرید؟ آیا عاقبت لجاجت را ندیدید؟ مگر همین خودخواهی و خودپسندی و کوچک شمردن پند بزرگان نبود که بنهان را به دست دشمن سپرد؟ بنابراین این مصیبت باید عبرت و اندرزی برای همه شما باشد. همگی با هم عهد کنید که بچه‌های خوب و نمونه‌ای باشید و همینطور که عاقلان و روشن‌اندیشان زندگی می‌کنند شماها زندگی کنید و بدانید از اجتماع و خانواده خود کناره‌گیری کردن و خود رأی و تک رو زندگی نمودن شخص را به خطر نزدیکتر می‌کند و دشمن بهتر می‌تواند به چنین فرد جدای از جامعه حمله کند. اگر بنهان دست از غرور خود برمی داشت و در پناه ما میزید، هیچگاه گرفتار جغد شوم نمی شد. خرگوش‌های کوچولو به سخنان نابه گوش فرا می دادند و در حقیقت پندها و اندرزهای پیر تجربه آموخته را می پذیرفتند. بدانگونه گوش‌های خود را تیز کرده و مثل مجسمه از جای خود نمی جنبیدند که مبادا یکی از کلمات و سخنان حکمت آمیز عموی پیر را نشنوند. نابه اینطور به سخن خود ادامه داد: هنگامی که در مزرعه مشغول چرا و گردش هستید، هیچ وقت لذت غذا و گردش شما را از خود بیخود ننماید و شما را از بینایی و شنوایی باز ندارد. گوشهایتان را تیز کنید تا صدای نفرت انگیز جغد را حتی از راه‌های دور بشنوید و چشمان خودتان را باز کنید تا حمله دشمن را ببینید و این را بدانید که همیشه جغد در کمینگاه است که به موقع حمله ناجوانمردانه خود را آغاز کند. آنگاه که شما کاملا غافل باشید و لذت‌ها شما را به خود مشغول داشته باشد. پس هنگامی که صدای زشت او را شنیدید که زوزه می‌کشد، فوری از آنجا دور شوید و فرار کنید که او خیلی چشم و گوشش تیز است. عجیب می‌بیند و عجیب می‌شنود و ناگهان بر ما فرود می‌آید بدون اینکه ما حرکتی احساس کنیم. در آن واحد ما را می‌کشد و منقار تیزش را در بدن ما فرو می‌برد. گوشت و خون و استخوان و حتی موی ما را می‌خورد، همانطوری که موش و خرچنگ و بقیه حیوانات قشنگ را می‌جود و می‌خورد. ما را هم می‌جود و بعد می‌خورد. و برنامه این خوخوار در هر بار این است: بعد از اینکه حیوانی را شکار کرد، گوشت و خون آن را خورد و شکار در شکم آن رفت و وی را هضم نمود، پوست و موی و حتی استخوان آن را در لانه میبرد و از آنها برای خودش و بچه‌هایش فرش و اساس دیگر درست میکند. شاهین شروع. در این موقع بر چهره گوینده ما آثار خستگی پدیدار گشت و از صحبت کردن ایستاد و چشمانش را دور گرداند و ما همه وسط مزرعه ساکت نشسته بودیم و به او نگاه می‌کردیم و به اندرزهای قیمتی او گوش فرا می‌دادیم. در آن هنگام چشمان وی و موهای سفیدش مانند ستاره می‌درخشید و درخشندگی چشمان وی بر خرگوش‌های دیگر برتری داشت
سپس سخنان خود را از سر گرفت. این بومه نشانی‌هایش بدین قرار است: یعنی همان درنده ستمگر و سنگدل. منقارش پیچیده است و او با اینکه خیلی کوتاه است تنش بسیار گنده و کلوف می باشد. همانطور که عاقلان حدس میزنند چنگال‌های وی منحنی شکل و قوه گیرندگیش زیاد می باشد و معمولاً روی دیوارها و شاخه‌های درخت لانه درست می کند و بعد از اینکه حیوانی را شکار کرد در لانه‌ای که برای خود درست کرده است خواب طولانی خود را شروع می کند. ای بچه های من، از رذالت این شاهین شرور غافل نباشید، ولکن ظلم و ستمگاری و شرارت و خونریزی زیاد جزای آن دیر یا زود می رسد. وقتی که جغد از خواب بسیار طولانیش بیدار شد بر اثر پرخوری زیاد تمام وجودش به شدت درد می کند. سرش، سینه‌اش، دل و معده‌اش، حتی پاهایش درد می کند و درد دل او آرام نمی گیرد تا هرچه از گوش خون و پوست ما را که خورده بیرون بریزد و تا حالش به جا نیامده و سالم نگشته از لانه بیرون نمی آید. فصل دوم. سخنرانی خزز. وقتی که عمویت نابه این سخنرانی با ارزش را به پایان رساند، دایی دانشمندت آقا خزر از جا برخاست و در جای او قرار گرفت و ابتدا از سخنرانی و اندرزهای سخنران پیش تشکر نمود. سپس با بیانی بسیار جذاب و دلنشین چنین گفت: ای بزرگواران، کشته شدن خواهرزاده عزیزم برای همه ما بسیار دردناک بود و قلب‌های همه ما مملو از اندوه و تأثر است. ولی همینطور که می‌دانیم غم و اندوه به هیچ وجه برای ما سودی ندارد. پس باید از این واقعه عبرت بگیریم و برای دفعه دوم بی جهت خودمان را به خطر نیندازیم و باید فکری کنیم که این دشمن غدار و ستمگر را از بین ببریم، ولی ما به تنهایی قدرت و توانایی مبارزه با او را نداریم. مگر نشیده اید قصه درسان و خودسری های او را؟ پیرزن سنگدل. شنوندگان با فریاد و یک صدا پرسیدند: داستان درسان کدام است؟ خزز پاسخ داد: ای عزیزان من، روی تپه بلند در مزرعه وسیع پیرزنی سنگدل زندگی میکرد و تمام اطراف آن تپه را برای بچه‌های کوچک و بزرگش لانه درست کرده بود و خلاصه تمام آنجاها را از سایر حیوانات به زور گرفته بود و تمام حاصل مزرعه را از گندم و جو و ذرت و تمام حبوبات را به خود اختصاص داده بود. آیا می‌دانید آن پیرزن زورگو و متجاوز که بود؟ او دشمن همه شما جغد است. همینطور که شیخ نابه آقای خوب و فهمیده گفتند، آن پیرزن قاتل و دشمن بیباکی است که رحم و مروت در او یافته می شود. زینت آلات پیرزن. خصوصیات شکل جغد بدین قرار است: سرش مانند سر کلاغ ولی خیلی زشتر از سر وی و طبعش کثیف‌تر از اوست و روی بدن او نقطه‌های سفید رنگی نمایان است و موی زیادتر از حدی در سرش می باشد که صورت او را پوشانده است، به طوری که بیننده خیال می کند در صورتش چیزی از زینت آلات آویزان است و از لابلای این زینت آلات دو چشم گرد و زرد آشکار می باشد، به طوری که حلقه های چشم بزرگ و گردش مانند دو چراغ روشن می درخشد. نور ماه. شب حادثه ماه دنیا را پر از نور کرده بود و روشنایی تابانش را بر همه جا از کوه و دشت و مزرعه میتاباند و از لابلای شاخه‌های درختان لخت بر زمین نفوذ میکرد و تاریکی کشنده را از میان میبرد. درسان، خانم‌ها و آقایان، دختران بنهان و خزز، روایتی دارم از مادرم که مادرم از پدرش و پدرش از پدر خود و او نیز از جدش این روایت را نقل نمود. موشی که نامش درسان بود با مادر خود
امراشد یا امراشد زندگی میکرد و زندگی آنان در سوراخ کوچک و جای بسیار پست و دوری در پایین تپه بزرگی قرار داشت. خب دوستان عزیزم، وقت ما تمام شد و امیدوارم از این داستان کوتاه کوچولویی لذت برده باشید و برای کوچولوهاتون هم بذارید و اونها هم لذت ببرن. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.